مخاطبین از رسانه پشت پرده ماجرای فیلم استاندار سابق یادتونه تیم میگه که منم تویی وای گلزار جابجا کرد. درود به مخاطبین عزیز، بنده امین فردین خوشحالم که به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستم. امیدوارم که هر کجای این کره خاکی که هستید حال دلتون خوب باشه. امروز قصد داریم که در برنامه پشت پرده افشا بکنیم پشت پرده های پنهان و زوایای پنهان خبر جنجالی که در طول 24 ساعت گذشته حسابی در فضای مجازی سر و صدا کرد. ابتدا شاهین صمدپور به عنوان مستندساز و خبرنگار در ساعات پایانی روز جمعه یک استوری رو گذاشت که حسابی فضای مجازی رو متشنج و به بهت فرو برد و اون هم ماجرای تجاوز یک خواننده سرشناس به یک دختر جوان بود. استوری روی تصویر می‌بینید که اولین بار شاهین صمدپور گذاشت و گفته بود که محاکمه خواننده سرشناس پاپ کشور با شکایت دختر جوان. گفته که خواننده سرشناس پاپ کشورمون که همتون هم میشناسیدش با شکایت یک دختر جوان در دادگاه کیفری یک استان تهران محاکمه میشه. دختر جوان مدعی است که خواننده مشهور از او سوء استفاده کرده و وی رو مورد آزار و اذیت جنسی قرار داده. خب بعد از انتشار این استوری خب طبیعتاً اولین منبعی که دوستان به سراغش میرن که ببینن که این شخص کی هستش، خب پیج منه و خیلی دایرکت پیام اومد که آقا بگو این شخص کیه، چه شخصی هستش و پشت پرده هاشو بگو. اول راجع به پشت پرده های این اتفاق بهتون خواهم گفت، حتی وکیل این خواننده هم که صحبت کرده بوده تیکه‌ای از صحبت این وکیل رو هم میگم به شما و بعدم میگیم که خواننده چه شخصی بوده و منابع خبری ما چه اطلاعاتی رو به دست آوردن. عنوان شده بوده که یک خانومی که طبیعتاً هوادار این خواننده مشهور و سرشناس بوده گویا یه مدتی رو با این خواننده مشهور بوده و بعد از اون هم حالا یه سری رابطه‌های جنسی با هم دیگه برقرار کردن و بعد از اون هم خواننده اینطوری اصطلاحاً گفته برو دنبال بازی تو، به معنای واقعی کلمه سیکشی کشیده گفته برو دنبال بازی تو کیو. و خلاصه اون دخترم وقتی که فهمیده که این خواننده سرشناس ازش سوء استفاده کرده رفته و در دادگاه شکایت کرد و گفته که من مورد آزار و اذیت جنسی و یه چیزی تو مایه‌های تجاوز قرار گرفتم. اینجا من یه پرانتز باز بکنم و یک نکته رو بگم و بعد هم جزئیات پرونده رو به شما خواهم گفت. اصولاً وقتی همچین سوژه‌ای میاد توی رسانه پشت پرده و تیم من میخواد آنالیز و بررسی بکنه ما دوور قضیه رو میبینیم. ببینید بعضی وقتا یه سری از دخترها و یه سری از پسرها، حالا پسرها معمولا اونایی که خیلی پول دارن و دخترایی که معمولا حالا در و داف و خوشگلن، مثلا نگاه میکنید که رفته با یک فوتبالیست دوست شده، رفته با یک خواننده دوست شده، رفته با یک آدم دوست شده، کلا به خاطر شخصیت و ابهت اون طرف که نرفته باش دوست بشه، که به خاطر مشهوریت و محبوبیت اون آدم رفته باش دوست شده. کلا بعضی از آدم‌ها فیتیش آدمای معروفو دارن، یعنی تو عالم عادی اگر اون آدم خواننده نباشه، اگر اون آدم فوتبالیست نباشه، اگر اون آدم یه مقداری معروف نباشه، یعنی توفم تو صورت یارو نمیکنه. یعنی تو خیابون مثلا یکی رو ببینه، یعنی با همون شکل و ظاهر، فقط اگه خواننده و معروف نباشه توف تو صورتش نمیکنه، ولی چون حالا طرف پول داره، چون طرف خواننده است، میره باش دوست میشه. پس طبیعتا من اون ور قضیه رو هم میبینم، هم اتاق فکر من، هم خود من این قضیه رو بهش یک نگاه دیگه میکنیم که آقا اون آدمی که معروف و مشهوره خب طبیعتا یه عده‌ام دوست دارن بگن ما با این آدمیم. و قدیما دختره میرفت با پسره دوست میشد، گردن نمیگرفت. الان یعنی بعد میگفتن که پسره بکن در روه، الان یه عده بده در رو شدن، فقط میخوان تو رزومهشون بنویسن که من با فلانی دوست بودم، من با فلانی ارتباط داشتم، من با فلانی بودم و به عنوان یک رزومه ازش یاد میکنن که بله من با فلانی مدت بودم. از اون ور قضیه خب یه سری از آدم‌های سلبریتی و معروف و مشهور هم هستن که به واسطه معروفیت و مشهوریتشون میان سوء استفاده میکنن از جایگاهشون و با آدم‌های مختلف دوست میشن و ارتباط برقرار میکنن. یعنی این دوور قضیه هست. از اون ور این دختره، چیزی که منابع خبری من گفتن، توی کنسرت برج میلاد توی بک استیج این شخص میره و
یعنی این هوادار اصطلاحاً میره با این خواننده ارتباط برقرار میکنه و همونجا گویا رابطه جنسی برقرار میکنه. حالا جزئیات رابطه جنسی ازش خبری در دست نیست، چون 2 نفر بودن، نه من بودم نه منابع من نه کسی دیگه، چیزی که تو پرونده هستش دارم بهتون میگم. و اونجا از بکستیج سیکشو میکشه و میگه برو خداحافظ و بلاکش میکنه و دیگه جوابشو نمیده. دخترم اینو دستمالی شده مثل یا پرتقال آبشو گرفتن انداختنش دور و میره شکایت میکنه. حتی وکیل خود این خواننده معروف هم وقتی مصاحبه رو انجام میده با خبرگزاری داخل ایران به این قضیه اشاره میکنه که این اتفاق و این تجاوز، میخوام پازلا براتون بذارم کنار هم دیگه، در محل کار بوده نه توی خونه. یعنی ببینید یارو خواننده چقدر حشری عصبی بوده، تو همون بکستیج ترتیب داده. بریم یه تیکه از صحبت‌های وکیل رو بشنویم. قضیه از این قرار هست که یک خانومی به هر ترتیب به عنوان هوادار میاد میره شکایتی مطرح میکنه که آقای فلانی در خانه، این چی که حالا توی رسانه آمده در منزل ولی در محل کار هست، که در محل کار من رو مورد تجاوز به عنف قرار داده. حالا اما با توجه به صحبت‌های وکیل پرونده عنوان شده که این دختر گفته بوده که من 1 میلیارد تومان حالت مثل باج میخوام، حق و سکوت میخوام، برای رضایت از این خواننده میخواد که راجع به این قضیه صحبت نکنه و پرونده رو ببنده. و به نوعی دیگه این قضیه هم اپیدمی شده دیگه، یعنی میرن با یه آدم معروف دوست میشن به طرف میگن بعد این میلیارد پول بدی، بیزینس شده مثل اینکه این قضیه. حالا چقدرش راسته چقدرش دروغه خدا میدونه، ولی خب گفته که من 1 میلیارد پول میخوام. باز هم حتی این قضیه رو وکیل این خواننده بهش اشاره کرده بوده بابت اینکه 1 میلیارد تومان حق سکوت می‌خواست. بعد از اینکه قرار عدم صلاحیت صادر شد پیشنهاد 1 میلیارد تومان پول دادن که اگر میخواید ما پیگیری نکنیم باید 1 میلیارد تومان به ما بدید. من مخالفت کردم و گفتم که صلاح بر اینه که یک بار برای همیشه این قضیه به صورت قانونی پیگیری بشه. به حال این صحبت‌های وکیل پرونده هستش و عنوان شده بوده که مدارک و ادله کافی وجود نداشته و اثبات نشده. حتی دختره و پسره رو با همدیگه بردن تو همون لوکیشنی که دختره اقرار کرده و گفته که این اتفاق صورت گرفته و به من تجاوز شده. مثلا گفته بوده که اینجا میز بوده، اینجا نمیدونم در بوده، اینجا تابلو بوده، اینجا فلان چیز بوده. اون محوطه هم یه چیزی نیستش که هر آدم عادی بتونه بره، بک استیج دیگه. و این ادعا رو کرده بازپرس پرونده و کسانی که کار تحقیقات رو انجام میدادن. هر دو طرف رو بردن توی لوکیشن، دیدن تمام این چیزایی که توی پرونده عنوان کرده اون چیزی نیستش که اونجا هستش. یعنی میز نبوده، تابلو نبوده، یا مثلا به جاش یه چیز دیگه‌ای اونجا بوده. پس اون ادله‌ای که این دختر آورده طبق ادعای وکیل پرونده کاملا کذب بوده و اثبات نشده. در جلسه دادرسی هم این خانم مطالب ضد و نقیضی رو مطرح میکرد. یک بار ادعا میکرد که من رو به زور بردند و این مسائل. یک بار میگفتش که این آقا به من وعده ازدواج داده و به من گفته که در استیج از تو خواستگاری میکنم، در حالی که این آقا متأهل هست. من همونجا خواستم که به هر ترتیب ایشون به روانشناس ارجاع داده بشه، اصلا ببین لحاظ روانی در چه وضعیتی هستن. اما اون چیزی که مشخص هستش خیلی سعی میکنن که اسم این خواننده رو پنهان بکنن. من خیلی به این ور اون ور دادم، با چند تا از منابع قوی ارتباط گرفتم که بتونم اسم این خواننده رو پیدا بکنم. اون چیزی که منابع خبری من گفتن تا این لحظه نام اون خواننده‌ای که در این پرونده به اتهام، یعنی حتی جرمش هم ثابت نشده، به اتهام تجاوز ازش شکایت شده و چیزی هم که مشخصه در دادگاه کیفری گویا دادگاه رو هم برنده شده، کسی نیست جز گرشا رضایی، خواننده‌ای که متولد 1363 یا بهتر بگم 22 اردیبهشت 1363 هستش، اهل ازنا علی گودرز از استان لرستان هستش. و آقای گرشا رضایی طبق منابع خبری ما عنوان شده که این کار رو انجام داده و حالا یه سری دیتیل هم خود وکیل پرونده داده بوده که ایشون متأهل هستش و میخوره به اطلاعات آقای گرشا رضایی. ولی نمیدونم حالا تو ایران برایش یه سری ملاحظات صورت میگیره، یه سری سانسورها صورت میگیره و خیلی سعی میکنن که این اسامی رو پنهان بکنن و راجبش صحبت نکنن. حالا جرمش هم گویا
ثابت نشده. قراره که چند روز آینده این دختره رو هم بیارن و در رسانه ها باش مصاحبه بکنن و صحبت بکنن و این قضیه البته زیاد اتفاق میفته دیگه بین خواننده ها، بین مدیر برنامه هاشون و افراد مختلف که من یک برنامه میخوام بسازم مخصوص خواننده های داخل ایران و حسابی راجع پشت پرده هاشون صحبت خواهم کرد، راجع مدیر برنامه هاشون، کسایی که ساپورت مالیشون میکنن و سایت های بلیت فروشی و کلاهبرداری هایی که میکنن و دروغ هایی که به مردم میگن و کثافتکاری هایی که میکنن و دیدارهایی که با وزیر ارشاد و سایر نهادها دارن و جالب اون افرادی هم که میان خارج از کشور و کنسرت میذارن. راجع به این خواننده ها به زودی صحبت خواهیم کرد و خیلی من سعی می‌کنم ملاحظه بکنم نسبت به خواننده های داخل ایران و راجع بهشون سعی می‌کنم که کم صحبت بکنم و اصلا بگم خب به حال یه سری از این افراد با سختی مجوز گرفتن، اما من نگاه می‌کنم بعضی از این افراد با رانت و لابی دارن مجوز میگیرن ولی خب دیگه بعد حسابی یه جایی حسابی ترمزشون رو بکشن. این آخرین اطلاعات و اخباری بود که به دست من رسیده بود از ماجرای تجاوز و ترتیب دادن و این صحبتایی که اتفاق افتاد. یه لطف کنید کانال یوتیوب برنامه پشت پرده رو اگر سابسکرایب ندارید سابسکرایب بکنید، ویدیو رو لایک کنید و برای دوستان خودتون به اشتراک بذارید و اگر هم دوست داشتید برای ما کامنت بذارید. مرسی که تا این لحظه با ما همراه بودید.